طریقه نخ کردن راست کامپیوتری A4. نخ رو از سوراخ اول مسیر نخ بالا رد میکنیم، یک دور مسیر نخ تابیده میشه و از سوراخ دومش مجدد رد میکنیم. نخ پایین میاد، از داخل سوراخ بالای مسیر نخ دوم رد میشه، یک دور مسیر نخ تابیده میشه و از سوراخ دومش نخ رو خارج میکنیم. نخ رو از بالای پولکی کوچیک رد میکنیم، مطمئن میشیم که نخ داخل پولکی قرار گرفته. از این سوراخ نخ رو هدایت میکنیم و دور پولکی بزرگ پیچیده میشه، به این صورت که از پشت فنرفنتول رد میشه و مجدد از زیر دم اسبی، مسیر نخ دم اسبی، این رو رد میکنیم. اگر درست انجام شده باشه، با کشیدن نخ پولکی فنرفنتول شما به سمت پایین کشیده میشه. نخ رو از داخل این سوراخ رد میکنیم. حالا نخ از داخل سوراخ شیطونک رد میشه، به این صورت پایین میاد. نخ رو از حلقه اول حلقه دوم رد میکنیم، نخ رو داخل نخ آزاد کن میندازیم، داخل این حلقه نخ به این صورت قرار میگیره و نخ رو از سمت بیرون به سمت داخل سوراخ سوزن هدایت میکنیم، به این صورت از بیرون به سمت داخل. استفاده از چرخ خیاطی A4. چرخ خیاطی A4 داره سیستم سرقائمی خودکار هستش که شما میتونید اول و آخر کارتون رو جوری تنظیم بکنید که چرخ به صورت خودکار بست رو برای شما بزنه. به این صورت هست که شما با این دکمه سرقائمی یا همون بست اول کار و با دکمه پایینیش میتونید سرقائمی آخر کارتون رو تنظیم بکنید. به این صورته که با یک بار فشار دادن اون خاموش میشه، یک بار دیگه ما این رو فشار بدیم فعال میشه و با فشار مجدد اون به صورت دوبل این کار رو انجام میده. سرقائمی دوبل یعنی این که در واقع کار سرقائمی رو دو بار انجام میده که بست اول کار یا آخر کارتون محکم‌تر باشه. اینجا ما 4 تا عدد داریم A, B, C, D که A و B مربوط به سرقائمی اول کار و C و D مربوط به سرقائمی آخر کارمون هستش. این اعداد در واقع همون تعداد کوک های سرقائمی ما هستش که میتونید با فلش سمت راست و چپ روی اون عدد مورد نظر برید و با فشار دادن مثبت و منفی تعداد این کوک رو به دلخواه خودتون تنظیم بکنید. به این صورت هستش که الان به عنوان نمونه من سرقائمی اول کار رو روی 4 تا کوک و سرقائمی آخر کارم رو روی 3 کوک تنظیم کردم. همونجور که مشاهده میکنید اول کار چرخ با 3 تا سرقائمی کار بست رو انجام داد، با فشردن پشت پا و به معنی اتمام دوغ سرقائمی آخر کار ما به صورت 3 کوک اجرا شده. تعداد کوکاش قابل تنظیم همونطوری که من روی پنل خدمتتون توضیح دادم. قابلیت بعدی که این چرخ داره قابلیت مارک زنی هست. به این صورت شما میتونید که مارک ها رو به دلخواه خودتون روی لباس بچسبونید. با فشردن یک بار کوتاه این دکمه سرقائمی الیکی یا همون بست زنی ما فعال میشه که اینجا 3 تا رقم داره. رقم اول و دوم تعداد کوکای رفت و برگشت ما و رقم آخر در واقع طول اون یا در واقع تعداد دفعات رفت و برگشت اون بستمون هستش که با فلش سمت راست و چپ میتونیم تعداد اون کوک رو به دلخواه خودمون تنظیم بکنیم. اینجا برای نمونه من تعداد دفعات رفت و برگشتم رو روی 2 کوک تنظیم کردم. به این صورت با فشار دادن یک بار پدال چرخمون کوک رو بست رو اتصال میده. قابلیت بعدی که این چرخ داره در واقع سیستم مسیر دوخت هستش. به این صورت که با فشردن طولانی مدت این دکمه مسیر دوخت شما تنظیم میشه.
مسیر دوخت برای کارهایی مثلا چسبوندن جیب پیراهن کاربردی هست که شما میتونید به عنوان مثال برای چرختون یک تعداد مسیری رو مشخص بکنید و تعداد کوک های اون مسیر رو تنظیم بکنید. به این صورت که اینجا اگر دقت بکنید حالا ما یه P4 داریم. P4 به این معنی هستش که شما 4 تا مسیر دارید که با فلش سمت چپ و راست میتونید تعداد این مسیرها رو کم و زیاد بکنید. اینجا حالا من 3 تا مسیر رو تعریف میکنم. رقم دوم در واقع شماره مسیر مورد نظر ما هست. اینجا مسیر شماره 1 مون هست که مسیر شماره 1 رو تنظیم کردیم 16 تا کوک رو اجرا بکنه. مجدد شما میتونید مثلا برای مسیر شماره 2 مثلا اینجا به عنوان مثال 6 تا کوک رو تنظیم بکنید و الی آخر مثلا برای مسیر شماره 3 که مسیر آخری هستش که ما تعریف کردیم اینجا تعداد کوکش رو تنظیم میکنیم. هر تعدادی رو که دادیم با یک بار فشردن کلید پی این تنظیمات ذخیره میشه. چرخ به این صورت الان 3 تا مسیر داره که شما با فشردن این مسیرها در واقع میتونید تعداد کوک مورد نظرتون رو در واقع اجرا بکنید. برای خارج شدن از این حالت کافیه که فقط یک بار دکمه دوخت آزاد رو فشار بدید به این صورت که چرخ روی حالت دوخت نرمال خودش برمیگرده. اگر دقت بکنید حالا روی صفحه علامت قیچی هم روی همین دکمه زده شده. این در واقع همون سرنخزن آخر کار ما هست که توی چرخ‌های کامپیوتری با فشار دادن پشت پا کار ما تموم میشه و سرنخ ما قطع میشه که روی صفحه هم علامت قیچی رو میتونید ببینید. با نگه داشتن این کلید در واقع این قیچی ما خاموش میشه و دیگه با فشار دادن پشت پا سرنختون به صورت خودکار قطع نمیشه. قابلیت دیگه که این چرخ داره خب همونطور که میدونید پای بلند کن به صورت خودکاره. شما با فشار دادن پشت پا پایتون بالا میاد، اما میتونید این رو جوری تنظیم بکنید که چرخ به صورت خودکار هم این کار رو برای شما انجام بده. دکمه تنظیم پای بلند کن این دکمه‌ای هست که من حالا اینجا به شما میگم چجوری باید ازش استفاده کنیم. اگر یک بار کوتاه ما این رو فشار بدیم روی صفحه اگر دقت کنید علامت پای بلند کن و یه قیچی کنارش روشن میشه. این به این صورته که شما با فشار دادن در واقع با کار کردن چرخ با فشار دادن پشت پا یا فرمان نخ قطع کن نخ قطع میشه و پایتون بالا به مدت 10 ثانیه نگه داشته میشه. این برای این هست که شما فرصت داشته باشید و کار بعدی رو زیر پایه قرار بدید. با نگه داشتن طولانی همین دکمه پای بلند کن این علامتی رو که مشاهده میکنید روی تصویرتون ظاهر میشه. این به این صورته که در واقع شما مادامی که پاتون رو از پدال بردارید پایه بالا میره اما سوزن ما توی کاره برای اینکه کار رو حالا بچرخونید و اون مسیری که مد نظرتون هست رو چرخ طی بکنه. به این صورت با بلند کردن پا از روی پدال پایه بالا میمونه که طبیعتاً با فشار دادن پشت پا نخ قطع میشه و میتونید کار جدید رو زیرش بذارید. برای غیر فعال کردنشون همونطور که حالا ما یک بار کوتاه فشار میدادیم پای بلند کن بعد از نخ قطع کردن غیر فعال شد و با نگه داشتن طولانی دکمه پای بلند کن در زمان توقف دوخت هم غیر فعال میشه. یه دکمه دیگه که ما اینجا داریم در واقع نخ آزاد کن ما هست که به صورت پیش‌فرض توی این چرخ فعاله. نخ آزاد کن قابلیتی هستش که سرنخ اول کارتون رو زیر کار میبره که روی کار شما کاملا تمیز و بدون سرنخ میشه. اگر بخواید نخ آزاد کن رو غیر فعال بکنید که سرنخ روی کار بمونه فقط کافیه این دکمه رو یک بار فشار بدید که نخ آزاد کنتون غیر فعال میشه. برای تنظیم سرعت این چرخ شما کافیه که فقط دکمه مثبت و منفی رو فشار بدید، سرعت دلخواهتون رو تنظیم کنید و با فشردن پی اون سرعت رو در واقع سیو بکنید. برای بازگشت به تنظیمات کارخونه‌ای و در واقع اینکه بخواید چرخ رو به حالت اولیه‌اش برگردونید
اینجا یک دکمه برای شما تعبیه شده که با نگه داشتن این دکمه به مدت 3 الی 4 ثانیه تمام تنظیمات چرختون به حالت پیش‌فرض کارخونه‌ایش برمیگرده.